تمام رسانه‌های خارج از کشور و 70% رسانه‌های داخل کشور و 99% سازمان‌های امنیتی جهان همشون نمیخوان رژیم رو تغییر بدن و نمیخوان رژیم رو تبدیل کنن. اینها میخوان یک کودتا در کشور تولید کنن. یعنی همشون بلا استثنا فرقشون با ما همه آدم‌ها و گروه‌های سیاسی و کارشناسا فرقشون با ما، همه اونهایی که گوه زیادی میخورن میگن ما با سواد سیاسی هستیم، همشون فرقشون با ما، همه این مادر قهوه‌های ایرانی فرقشون با پرشین، با پارسیانی مثل من و تو در اینه که اونا فقط میخوان خامنه‌ای رو بردارن، دنبال تبدیل و تغییر رژیم نیستن، میخوان خامنه‌ای رو بردارن، حسن روحانی بیاد، رضا پهلوی بیاد، نمیدونم رضا بشه مش مادر قهوه بیاد. تغییرشی نبودن اصلا روز اول. ما تنها گروهی هستیم که میخوایم کل نظام برداریم. بعد از ما با فاصله مجاهدین خلقن که اونها چون ازشون کشته شده میخوان تلافی کنن. تازه اونها هم با بخشی از جامعه سیاسی کشور ایران در داخل موافقن. ما اصلا کلا میخوام سرزمین ایران رو شخ بزنیم و پارسیان رو به قدرت برسونیم.